ما 50% سرمایه ملی کشور رو داریم حروم میکنیم. برای چی؟ برای اینکه این بچه‌ها آموزش ببینن، فارغ التحصیل بشن، عنوان دکتر و مهندس رو داشته باشن، بعد برن یه کار دیگه ای بکنن. اگر هدایت تحصیلی توجه به استعدادها، توجه به رغبت اتفاق بیفته، این آقا بی خود نمیره اول اقتصاد بخونه بعد بیاد بره معلم بشه. کدوم یکی از پدر مادرای ایرانی اگر بچه‌شون توی یه رستورانی کار بکنه، گارسون به قول معروف باشه، حاضر اصلا از کنار اون رستوران رد شه؟ در واقع توسعه جامعه با مهندس و دکتر توسعه کاریکاتوریه. توسعه متوازن و توسعه متعادل توسعه‌ای است که همه اجزای جامعه با هم رشد بکنن. توی جامعه هم با یه شغل و دو شغل نمیشه جامعه رو اداره کرد. مدرسه‌تون میگه آقا من میخوام گزارش کار بدم، من بگم که شما روانشناسی قبول شدی، من باید بگم من 10 تا پزشکی تهران قبولی دارم، 15 تا هم در مهندسی تهران قبولی دارم. دیگه بقیه رشته نیستن. مادرم خیلی خیلی دوست داشت من مهندس بشم. خلاص ما هم مهندس شدیم، ولی از روز اول معلمی کردیم. خب شروع کنیم. صدا اوکی بود؟ بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هدایت تحصیلی و حالا هدایت تحصیلی و شغلی موضوعی است که در همه نظام‌های آموزش پرورش دنیا مطرح هست و یه مقداری البته با تفاوت از جهت تعیین رشته قطعی در برخی از نظام‌های آموزشی تا استعدادیابی در برخی از نظام‌های آموزشی. در کشورهای مختلف دنیا ما دو نوع آموزش متوسطه به شکل غالب داریم. یک نوع آموزش متوسطه جامع هست که این آموزش متوسطه جامع دانش آموزان مثل دوره اول متوسطه همه در یک مدرسه هستن، در یک برنامه درسی دارن و در واقع اون برنامه درسی واحد رو همه میخونن. اما تفاوت از اینجا شروع میشه که برای شناسایی استعدادهای تحصیلی بچه‌ها تعدادی از دروس ارائه میشه به صورت انتخابی که باید دانش آموزان اونها رو انتخاب میکنن. مثلا در زمینه ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و با در واقع خوندن اون دروس زمینه استعدادیشون مشخص میشه و بر اساس اون زمینه استعدادی باید خودشون توی ادامه تحصیل به اشتراک نزدیک به اون حوزه هستن. لازمه یک همچین نظام آموزشی انعطاف در برنامه درسی و انتخاب واحد. مثلا در یک کشوری مثل ژاپن 170 واحد درسی در دوره متوسطه ارائه میشه. دانش آموز برای فارغ التحصیلی نیاز داره که 100 واحد رو بگذره و از این 100 واحد اون بخش انتخابی که علایقش رو نشون میده از اونها انتخاب میکنه. مثلا یه دانش آموزی علاوه بر ریاضی که همه بچه‌ها باید بخونن میاد مثلا 8 واحد 9 واحد ریاضی دیگه هم انتخاب میکنه. هم خودشون حک میزنه که ببین آیا واقعا به ریاضی علاقه‌منده یا نه، هم مدرسه رو حک میزنه که علاقه‌مندی اون رو بسنجه. و بعد بچه‌ها در واقع در موقع حالا ورود به دانشگاه یا ورود به بازار کار بر اساس اون علاقه‌ای که از خودشون بروز دادن و یا سنجیدن وارد بازار کار میشن. متوسطه گروه دوم در واقع نظام‌های آموزش متوسطه‌ای هستن که رشته‌ای هستن مثل ما. حالا 3 رشته، 4 رشته، 5 رشته بستگی به کشور و بچه‌ها از یه دوره‌ای باید عرض میکنم خدمتون وارد اون رشته ها بشن. اینجا یه مقداری در واقع در انتخاب قطعی تره و به تعبیری در واقع بچه‌ها شاخه شاخه میشن، گروه گروه میشن و به اصطلاح برنامه‌ریزان درسی ترکینگ و رشته و شاخه انتخاب کردن اتفاق میفته. توی اینجا
دیگه اون تعداد زیاد واحد و انتخاب مطرح خیلی نیست. از یک جایی دانش آموزها تقسیم میشن توی رشته‌های مختلف. مثلا توی ایران از پایه نهم تحصیلی الان بچه‌ها توی رشته‌های ریاضی اولا به 2 شاخه بزرگ تقسیم میشن، نظری و فنی حرفه‌ای و کاردانش، و بعد عرض کنم خدمتتون که توی نظری هم به چند رشته تقسیم میشن و تو اون رشته‌ها مشغول به تحصیل میشن. البته دانش آموزی که برای مثال رشته ریاضی رو انتخاب کرده و 1 سال رشته ریاضی رو خونده و میبینه که نه به ریاضی علاقه نداره ولی به مثلا انسانی علاقه‌مند هست، میتونه با شرکت در امتحان تغییر رشته بده. اگرچه یه مقداری این تقسیمات قطعی تر و خشک تره، اما کاملا مسدود مسیر در واقع نیست و او میتونه در واقع این کار انجام بده. اینی که از چه سالی این کار انجام میشه توی آموزش پرورش‌های کشورهای مختلف متفاوته. مثلا در کشورهای که مدل ساختار آموزشیشون شبیه آلمان هست، مثل آلمان، اتریش و برخی کشورهای دیگه، اینها در واقع نظام آموزشیشون به 3 تا 4 تا تقسیم میشه. 4 پایه اول ابتدایی، بعد 4 تا 2 تا پایه ابتدایی و 2 تا پایه متوسطه اول و بعد 4 تای دیگه هم. بچه‌ها از تقریباً بعد از پایان پایه 4 ابتدایی تقریباً تقسیم میشن به شاخه‌ها و بعد با توجه به درصد بالایی که مثلا تعداد دانش آموزان حاضر در شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش وجود دارن که اونجا فنی حرفه‌ای و آموزش دوال در واقع مطرح هستش، که مثلا در آلمان و در اتریش حدود 75% بچه‌ها به سمت شاخه فنی حرفه‌ای هدایت میشن، 25% میرن به نظری و این خب یه در واقع حمایتی در پشت سر بچه‌ها برای هدایت اونها به این شاخه‌ها و رشته‌ها هست و الی همینطوری دستیابی به 75% پوشش در شاخه فنی حرفه‌ای و 25% در شاخه نظری اتفاق نمیفته. در این سری کشورها مثل ما توی پایه نهم این اتفاق میفته که حدوداً بچه‌ها 14-15 سالشون هستش و در کشورهایی که از نظام متوسط جامع استفاده میکنن تقریباً این هدایت تحصیلی در 15 تا 18 سالگی، اونم باز با عدم قطعیت اتفاق میفته. لذا موضوع هدایت تحصیلی یه موضوعی نیست که مختص فقط نظام آموزش پرورش ما باشه و موضوع در واقع قدیمی آموزش پرورش ما هست. از ابتدای تأسیس آموزش متوسطه در ایران در واقع این موضوع هدایت تحصیلی وجود داشته. در همه دوره‌هایی که تغییر نظام آموزشی اتفاق افتاده، مثل آخرین تغییری که قبل از انقلاب اتفاق افتاد که دوره راهنمای تحصیلی ایجاد شد و اصولاً فلسفه تأسیس دوره راهنمایی تحصیلی که بچه‌ها 5 سال ابتدایی می‌خوندن و 3 سال دوره متوسطه اول رو، یا 6 سال ابتدایی می‌خوندن و 3 سال دوره متوسطه اول رو که الان هم این گونه هستش، این بود که با حضور مشاوران در مدارس دانش آموزان با مشورت مشاوران، با استعداد سنجی، با شناسایی توانمندی ها و علایق اونها بیان و کمک کنن به دانش آموزان و خانواده ها برای اینکه اونها بتونن رشته ای رو انتخاب کنن که به علایق اونها و استعدادهاشون نزدیکتره و با این انتخاب بتونن به جای مناسب برن. اما در سند آموزش متوسطه سال 1354 که در واقع این موضوع اونجا مطرح شده، اگرچه بر هدایت تحصیلی، اگرچه بر فعالیت مشاوران برای شناسایی استعدادها تأکید شده و اگرچه کشورهای مختلف برای سنجش رغبت و استعداد اومدن تست هایی رو تولید کردن و ما تو ایران همون تست ها رو با جامعه ایران نرمش کردیم و یکسان کردیم که به دانش آموزان ایرانی و فرهنگ مردم ایران و فرهنگ دانش آموزان ایران تطابق داشته باشه، اما در همون سند
در انتها نوشته شده که اگر همه این کار را انجام دادید اما دانش آموز و خانواده رشته دیگری رو غیر از اون که شما بهش رسیدید خواست انتخاب کنه، دیگه نباید خیلی سخت گیری کرد. لذا نکته‌ای که در بحث هدایت تحصیلی از گذشته مطرح بوده، نقش و سهم عوامل دیگری به غیر از استعداد و رغبت بوده و اون عوامل بیرون آموزش پرورشی هستن که سایه میندازن روی انتخاب بچه‌ها، روی هدایت تحصیلی آموزش پرورش و روی انتخاب خانواده ها و میان سهم اینا رو تغییر میدن به نحوی که هدایت تحصیلی پایین ترین سهم رو در برخی از انتخاب ها پیدا میکنه. فرض کنید که همین سالهای اخیر که موضوع هدایت تحصیلی به یه بحث خیلی جنجالی مطرح شد، با تغییر ساختار آموزشی به ساختار 633 و ورود بچه‌ها به پایه 6، بعد ورودشون به پایه 7 تا 9، وقتی بچه‌ها به پایه 9 رسیدن حالا باید هدایت تحصیلی اتفاق میافتاد. اون موقع خب اقدام شد، دستورالعملی برای این موضوع تهیه شد. 2 تا تست بسیار خوب دوستان مرکز مشاوره تهیه کرده بودن، تست استعداد و تست رغبت، که اینها توی دوره متوسطه اول برای بچه‌ها انجام میشد و تکرار میشد که بفهمیم که مثلا زرافشان رغبتش نسبت به چه رشته‌هایی بیشتره یا در چه رشته‌هایی استعداد بیشتری داره که اگر وارد بشه در واقع توی اونجا میتونه موفق‌تر بشه. این کارا انجام شد، اما با توجه به تغییری که در محیط بیرون آموزش پرورش و محیط تحصیلات دانشگاهی، محیط کسب و کار مشاغل در کشور اتفاق افتاده بود و یک چرخش بزرگی از سمت رشته ریاضی به سمت رشته تجربی ایجاد شده بود، یک تمایل شدید به سمت رشته تجربی ایجاد شد. من اگه بخوام براتون یه مثلا نسبتی و یه اتفاقی که برای من تو همین سال‌ها اتفاق افتاد، 2 تا اتفاق خیلی جالب افتاد. یکی این که فرماندار یکی از شهرستان‌های استان همدان به اتفاق مدیر مدرسه استاد درخشانش اومده بودن و فکر می‌کنید درخواستشون چی بود؟ درخواستشون این بود که 58 نفر دانش آموز در پایه اول قبل از استقرار 633 که پایه اول متوسطه دوم مشترک بود و ما پیش دانشگاهی رو داشتیم، 58 نفر وارد مدرسه استاد درخشان شدن. حالا میخوان انتخاب رشته کنن. از این 58 نفر فکر میکنید که چه تعداد میخواستن برن ریاضی و چه تعداد تجربی؟ به نظرتون چه تعداد اگر میشد خوب مثلا با هدایت تحصیلی استعداد رغبت مثلا سازگاری داشت؟ 54 نفر میخواستن برن تجربی و فقط 4 نفر میخواستن در رشته ریاضی بمونن. یعنی اون عامل بیرونی که رشته تجربی، پزشک شدن و فضایی که در کشور ایجاد شده بود و ایجاد شده همین الان هم همینطوره. یعنی شما الان تعداد داوطلبای پشت کنکور رو همین مثلا سال قبل ملاحظه بکنید، از حدود 1,000,000 و مثلا 200,000 تا در واقع چیزی نزدیک به 700,000 تاشون رشته تجربی هست مال یک رشته، بقیهش توزیع میشه در بقیه رشته ها. عوامل منظرتون چی هست؟ یه عوامل بیرونی بیش از همه عامل اقتصادیه و اینی که فارغ التحصیل دانشگاه بعد از اینکه فارغ التحصیل شد فرصت‌های شغلی براش کجاها هستش، کجاها درآمد بیشتری براش حاصل میشه و به اون سمت در واقع تمایل پیدا میکنن. اگه به اواخر دهه 60 و دهه 70 رجوع بکنیم، این نسبت یه شکل دیگه ای بود. یعنی من اون موقع توی مدرسه کار میکردم، مدرسه شاهد بود، ما به زور یه رشته تجربی داشتیم و همه بچه‌ها میخواستن برن ریاضی. حتی دانش آموزایی که میخواستن
پزشکی برن، حقوق بخونن و رشته‌هایی که در صورت تعداد داوطلبشون بالاست، حتی اینا هم می آمدن رشته ریاضی، دیپلم ریاضی می گرفتن، اما در کنار دیپلم ریاضی یه درس زیست شناسی رو خودشون می خوندن، یا اونجا توی رشته حقوق هم یه درس مثلا عربی رو و ادبیات رو خودشون در واقع می خوندن و تو کنکور در واقع شرکت می کردن. به همین جهت تقریبا میشه گفتش اکثر مدارس که خاص بودن اصلا رشته تجربی نداشتن، فقط رشته ریاضی ثبت نام می‌کردن. حالا رشته انسانی که دیگه اصلا کاملا حذف می‌شد از این گردونه. این عامل بیشتر عامل تفاوت‌هایی است که در جامعه مشاغل دارن و کسب و کارها، درآمدهای ناشی از اینها، این درآمدها این کار رو انجام میده. ببینید توی اون دهه 70 یه مقاله‌ای رو روزنامه همشهری یکی از دوستان ما اتفاقا که خودش هم داشت پزشکی میخوند نوشت روزی میرسه که پزشکان با یک تور از این تورایی که پروانه باهاش شکار میکنن در خیابان میدوند به دنبال مریض، یعنی تعداد پزشکا از تعداد مریضا بیشتر میشه. همین هم شد. به همین جهت در آخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در شورای عالی انقلاب فرهنگی یه بحثی مطرح شده بود. شما میتونید به مطبوعات و گزارش‌های صدا و سیما در اون زمان مراجعه کنید و اون این که ما بیش از 7000 پزشک بیکار داریم. و من یادم هستش که در یکی از کمیسیون‌های شورای انقلاب فرهنگی که منم حضور داشتم این موضوع مطرح شد به عنوان یک چالش که خب ما با اینا چیکار بکنیم. اون زمان من یادم هستش که کشور آلمان 20,000 فرصت شغلی رو فراخوان جهانی کرده بود که از هر کشوری اگر علاقه‌مند هستن بیان. گفتم خب تشویق کنید برن اینجا ثبت نام کنن، مثلا از این فرصت حداقل در بیرون کشور استفاده بشه. یا اون زمان کشور عمان، کشور اردن فراخوان کرده بود برای جذب پزشک در بیمارستاناش و پرستار. در صورت این فشار از بیرون باعث میشه که توازن تربیت نیروی انسانی بر اساس نیازهای کشور انجام نشه. یعنی اون چیزی که الان در کشور اتفاق افتاده بر خلاف قانون اساسی، که قانون اساسی میگه آموزش عالی کشور باید تا زمانی رایگان باشه که نیازهای کشور تأمین بشه. وقتی نیازها تأمین شد دیگه نباید همینطوری تحصیل رایگان باشه و حداقل این که برای همه نباید رایگان باشه. بالاخره نیازهای کشور باید تامین بشه یا حداقل تعداد جذب باید محدود بشه. نه اینکه الان 63% بیکاران کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستن و تنها 37% مدرک دیپلم به پایین دارن. سهم بیکاری در اونجا افزایش پیدا کنه یا اونجا 7000 تا ما پزشک بیکار داشته باشیم. چیزی که حاصل این فشار هست پاسخگویی بر اساس تقاضای اجتماعی میشه، نه نیاز جامعه، نه نیاز کشور. به همین جهت تعداد ظرفیت‌ها بر اساس فشار افزایش پیدا میکنه. ما تربیت میکنیم، وقتی فارغ التحصیل شدن بالاخره ظرفیت هر شغلی در کشور یه ظرفیتیه. بعد با فارغ التحصیلان بیکار مواجه میشیم، در حالی که هدایت تحصیلی که البته متاسفانه جامعه و کشور هدایت تحصیلی رو امری درون آموزش پرورشی میدونن، در حالی که هدایت تحصیلی امر درون آموزش پرورشی نیست. یه فراینده که بر اساس نقشه جامعه علمی کشور از ابتدایی شروع میشه تا پایان دانشگاه و اونجا باید بیاد به من در آموزش پرورش بگه که ظرفیت‌های رشته‌ها در کشور چقدره و شما چجوری هدایت کنید اینا رو. شما یک نامه، یک سند پیدا نمی کنید که متقاضیان و مشتریای آموزش پرورش بیان به آموزش پرورش بگن که نیازشون چیه، چه نیرویی رو ما باید تربیت کنیم. حتی نمیان بگن که نیرویی که شما تربیت کردید آیا پاسخگوی نیازهای ما هست یا نه، که آموزش پرورش بر مبنای بازخوردی که از ذی‌نفعانش میگیره، از مخاطبانش میگیره، بتونه در واقع تغییرات رو در واقع در درون خودش ایجاد کنه. لذا هدایت تحصیلی با این موضوع تبدیل میشه به یک برنامه توصیه‌ای به خانواده ها.
ما سال اولی که بچه‌ها به پایه 9 رسیدن و هدایت تحصیل رو خواستیم اعمال بکنیم، خب یک مقاومت اجتماعی شدیدی اتفاق افتاد. یه دانش آموزی مثل شما نتایج تست استعداد و رغبتش نشون میداد که شما تو رشته‌ای مثل روانشناسی موفقین، ولی خانواده‌تون میگه آقا روانشناسی به تعبیر آقا این کیلویی چنده، تو باید مهندس بشی یا دکتر بشی، یکی از این دوتا. مدرسه‌تون میگه آقا من میخوام گزارش کار بدم، من بگم که شما روانشناسی قبول شدی، خب میگن که آقا این چه مدرسه‌ای بوده که دانش آموزش روانشناسی قبول شده؟ من باید بگم من 10 تا پزشکی تهران قبولی دارم، مثلا 15 تا هم در مهندسی تهران قبولی دارم، دیگه بقیه رشته نیستن. اینا فقط در مدارسی به قول شما خوب برتر نمیدونم رشته هستن. به همین جهت بچه‌ها اگه علاقه هم داشته باشن مدرسه هم متوجه بشه، میاد و با فشار بچه‌ها رو ترغیب میکنه که باید بریم. پسر خود من خیلی علاقه‌مند به تاریخ بود و رفت که تاریخ بخونه، ولی خب اگر توی رشته تاریخ بهترین دانشگاه ایران هم قبول میشد، سردر مدرسه چی میزدن؟ بهش گفتم پسر حیفه تو بری تاریخ بخونی، بیا برو حقوق بخون، چون تو رشته انسانی حقوق رشته اوله و بعد اون بالا وقتی میزنی 10 تا قبولی در رشته حقوق یعنی اعتبار، ولی 10 تا قبولی در رشته تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی، اینا برای کسی اعتبار نمیاره. خب از اون طرف هم خانواده ها با یه واقعیت هایی مواجه هستن. میگه که آقا تفاوت حقوق، مثلا یه تعداد یک خانواده اومده بودن دفتر من، مصر بودن که باید بچه‌های ما برن رشته تجربی از یکی از روستاهای کردستان. منم گفتم آقا شرایط داره، در تحصیلیه، اینجوریه. بعد نمیدونم توضیح دادم براشون که بچه‌های شما 7 سال دیگه فارغ التحصیل میشن، 7 سال دیگه بازار پزشکی اینطوری نیست، اشباع شده، اینطوری شده، بچه شما کار پیدا میکنه. هر چی که دلیل بلد بودم رو براشون گفتم آقا اصلا به شما چه ربطی داره؟ گفتم که من ربطی نداره، اما من میخوام که کمک کنم به شما. خلاصه در حال رفتن و ما هم گفتیم که در حال این فرم هدایت تحصیلی. شاید چند روز بعدش بود از همین ساختمون دفتر وزارتی زنگ زدن که آقا اینا اومدن اینجا، بچه‌هاشون هم آوردن اینجا، طبقه 4 هستن و میگن که یا تجربی یا بچه‌هامون از همینجا پرت میکنیم پایین. گفتیم آقا باشه بگید تجربی، برن تجربی، اجازه بدید که برن. خب این البته فقط برای این قشر جامعه نیست. من دانش آموزی داشتم که بسیار علاقه‌مند به رشته هنر بود. پدر ایشون فارغ التحصیل رشته علوم انسانی، مسئول یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور، و وقتی که من به پدر گفتم که آقازاده میخواد رشته هنر بخونه، گفت ببخشید اشتباه میکنه. اون یکیش لفظش اشتباه میکنه. عرض کنم خدمتون که مگه با رشته هنر نون کسی به کسی میده؟ باید بره مهندس شه. و بالاخره این پسرم به زور رفت شد مهندس شد. پسر یکی از دوستان ما که حالا تمام خانواده موروثی پزشک بودن، ایشون هم باید پزشک میشد، رفته بود رشته پزشکی، اما تو مدرسه ما ادبیات درس میداد و انشا. خودش میگفتش وقتی میام مدرسه روحم پر میکشه، وقتی که قبل از این برم سر کلاس که بخوام برم با بچه‌ها راجع به ادبیات صحبت کنم، ولی وقتی وارد بیمارستان میشم حالم از بوی بیمارستان به هم میخوره. یعنی دو تا احساس کاملا متفاوت. و خب حالا اون به زور پزشک میشد اما هیچ وقت پزشکی نمیکرد، مثل آقای اصفهانی که حالا آواز میخونه دیگه، صدای خوشی داره. شما همین مجریای تلویزیون رو نگاه کنید، آدمای موفقشون، ببینید که رشته هاشون چیه. در حالی که اگر اون زمان استعدادیابی میشدن و هوش کلامی اینها رو میگفتن که بالاست، میگفتن کسی که هوش کلامی داره برای این مشاغل مناسبه، وکیل بشه، گوینده بشه، سخنران بشه، مجری برنامه بشه، اینا هوشای کلامیشون بالاست. به همین جهت با این فشار که از طرف جامعه اومد، برخی از دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کردن که آموزش پرورش حق نداره کسی رو اجبار کنه که به رشته‌ای بره. دولت در واقع مجبور شد برای اینکه دستگاه‌هایی که غیر تخصصی هستن ورود نکنن، دولت گفتش که آموزش پرورش کاری بکنه که
توصیه‌های تحصیلی رو به خانواده ها بگه، اما نهایتا انتخاب رو به عهده خود خانواده ها بگذاره. این داستان تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که در کشور ما مثل بقیه کشورها تحصیل کردن اولا در دانشگاه طبقه اجتماعی افراد رو تعیین میکنه. یعنی افراد رو یک طبقه اجتماعی میبره بالا، میشن یقه سفید. دقیقاً چیزی که تو کره هست، چیزی که تو ژاپن هست، چیزی که تو چین هست. یعنی کشورهایی که مثل ما هستن. در واقع کنکورهای کشنده دارن، رقابت‌های سنگین وجود داره. همه هم دوست دارن برن دانشگاه و همه هم دوست دارن دکتر مهندس بشن، به خاطر اینکه یقه سفید میشن. یعنی یه طبقه اجتماعی میرن بالا، بعد یقه سفید که شدن درآمدشون نسبت به بقیه جامعه افزایش چشمگیر پیدا میکنه و در واقع میرن. خب توی کشورهای دیگه چرا اینطوری؟ مثلا من یه بازدید داشتم از اتریش، از یه هنرستان بازدید کردم. یه دانش آموزی داشتش کار میکرد. مسئول هنرستان به من گفتش که این دانش آموز داره روی یک ظرف انتقال مواد شیمیایی کار میکنه. یه قرارداد داره با یه شرکتی که براشون این ظرف رو تولید کنه و میگفت پولی که این داره میگیره از استادش بیشتره. خب وقتی که 75% بچه‌ها فارغ التحصیل فنی حرفه‌ای هستن و بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی شغل دارن و شغلشون درآمدش با درآمد اون یقه سفیدا برابری میکنه و اینا هم یقه سفید هستند، خب طبیعی است که تمایل ایجاد میشه. الان ما در قانون برنامه ششم توسعه مصوب کردیم که 50% بچه‌ها باید برن شاخه فنی حرفه‌ای کاردانش. خب این بچه‌ها با چه انگیزه‌ای برن به شاخه فنی حرفه‌ای کاردانش؟ گفتم دقیقاً همین، یعنی فضای فنی حرفه‌ای کشور و هنرستان‌های ما اصلاً اون فضایی که باید باشه نیست. یعنی شاید خیلی درصد کمی باشه رقابت کنه که چند تا مگه هنرستان تاپ توی تهران وجود داره. شاید ما بگیم مدارس خوب زیادن، مدارس نظریه خوب زیادن، میشه گفت مثلا غیر انتفاعی‌های خوب داریم، نمونه دولتی‌های خوب داریم، ولی خب تو فضای هنرستان اصلا این شکلی نیست و هیچکس رقابت نمی‌کنه. خب ببینید به اصطلاح همه مسئله این نیست. یعنی همه مسئله این نیست که مثلا فضای هنرستان‌ها بس بر اثر این هستش که از نظر طبقه اجتماعی فارغ التحصیلان هنرستان در کدوم طبقه جای میگیرن. ببینید یه دوستی که پزشکه به من زنگ زده بود که پسرم فوق لیسانس حقوق گرفته اما به شدت علاقه‌مند به هنره. کارش اینه که میره تو مدرسه ها سرود کار میکنه، نمایشنامه کار میکنه و تو کار نمایشنامه هم بسیار موفقه با فوق لیسانس حقوق. خب این اگر که رفته بود هنرستان رشته هنرهای نمایشی آیا خیلی موفق‌تر نبود؟ تا اون همه سال عمرشو حرق. ولی آیا خانواده‌اش اجازه میدادن بهش که بره هنرستان با استعداد؟ من یکی از بچه‌هام فارغ التحصیل هنرستانه. وقتی به عنوان عضو انجمن رفتم خودمو معرفی کردم و مسئولیتم رو اون زمان تو آموزش پرورش گفتم، دو سه تا از اولیا بلند شدن گفتن چه عجب، یه نفر از مسئولین آموزش پرورش هم بچه‌شو گذاشته هنرستان. ببینید اینقدر بعیده، برای خاطر اینکه جامعه ما میاد و میگه که آقا خب این رفت هنرستان، من فردا تو فامیل بگم چی؟ در حالی که یکی از دوستان ما از همین مدرسه‌ای که شما ازش فارغ التحصیل شدید که مرکز پژوهش همون مجموعه رو اداره میکنه، تشریف برده بودن آمریکا برای فرصت مطالعاتی و تدریس. میگفتن که یکی از اساتید دانشگاه با هم همکار بودیم، به من گفت فلانی امشب بیا با هم شام بریم یه رستورانی با هم شام بخوریم. دعوت کرد، ما هم رفتیم و وقتی رفتیم توی رستوران یه جوان خیلی برازنده‌ای آمد و خیلی مؤدب سلام کرد، منوی غذا رو به من داد، خوش آمد گفت و گفتش غذاتون رو سفارش بدید. من همینطور که داشتم منو رو نگاه می‌کردم و همکارم برگشت گفتش که فلانی میدونی این آقا کیه؟ گفتم نه نمیدونم. گفت این پسر منه، ایشون مسئول ارشد این رستورانه، خیلی به کارش وارده و این رستوران خیلی به این افتخار میکنه. کدوم یکی از پدر مادرای ایرانی
اگر بچهشون توی یه رستورانی کار بکنه، گارسون به قول معروف باشه، حاضر اصلا از کنار اون رستوران رد شه تا اینکه یه استاد دانشگاه رو برداره ببره اونجا بهش بگه که این پسر منه و با افتخارم بگه و بگه که یک همچین پسری هم هست. و الا شما الان برید کارآفرینایی که فارغ التحصیل هنرستان هستن رو نگاه کنید ببینید که چجوریه. ما در واقع من این مسئله رو یه مسئله فرهنگی میدونم. شما که دارید مستند میسازید، من توصیه میکنم که حتما توی مستندتون یه رجوعی به تاریخ سینمای ایران در آموزش پرورش هم بکنید. اون موقع که ما دانش آموز دبیرستانی بودیم، من فارغ التحصیل سال 1353 هستم. در اون ایام یه شعری مد شده بود به نام علی کنکوری. بعدن یه هنرمندی اومد یه فیلم سینمایی ساخت به نام علی کنکوری. بعد توی اون فیلم سینمایی یکی از خوانندگان محبوب اون زمان این شعر علی کنکوری رو خونده. آقای داریوش اون زمان جزو معروف ها بود. اتفاقا با برادر منم همکلاس بود و توی دبیرستان دولتی در تهران نو. و خب این آدم هنرمند، علاقه به هنر، درد خودش رو هم بیان کرده بود. ولی جامعه ازش این چیزا رو قبول نمی‌کرد. میگه باید دکتر شی، مهندس شی. خب این به این دلیلی که یه فرهنگی وجود داره. تا زمانی که اون فرهنگ بر جامعه ما حاکم هست، ما نمیتونیم بحث کنکور رو فقط یک امر آموزشی و تربیتی ببینیم. به همین جهت یه وقتی خیلی سالهای قبل، البته الانم سازمان سنجش این کار رو میکنه، یه نشریه‌ای رو بعد از هر سال برگزاری کنکور منتشر میکنه به نام کارنامه. من خیلی سال قبل روی این نشریه کار کرده بودم. اونجا یه گزارشی داشت از اینی که فارغ التحصیلان دانشگاه چند درصدشون تو رشته مرتبط خودشون دارن کار میکنن و چند درصد غیر مرتبط. توی گزارش کارنامه آمده بود که 60% فارغ التحصیلان دانشگاه توی پست خودشون نیستن. توی اون گزارش اون زمان این آمار اومده بود، اما در واقع خیلی راحته. شما در معروف ترین دانشگاه‌های کشور تعداد مشروطی‌هایی که دو ترم اول معدلشون در واقع زیر حد مجاز رفته، تعداد متقاضیان تغییر رشته رو ببینید چند نفر هستن. این نشون دهنده اینه که افراد با اون علاقه و ذوق خودشون شرکت نیومدن و توی دانشگاه شرکت کنن. عمدتاً فشاری که وجود داره به جهت فشار فرهنگی که بر جامعه برقراره، فشار اجتماعی که بر روی جامعه هست، خانواده ها، دانش آموزها، مدرسه ها رو، معلم ها رو مجبور میکنه به اینی که تن بدن به اون استانداردهایی که فشار اجتماعی تحمیل میکنه. یه وقتی من توی مدرسه یه دانش آموزی داشتیم، خیلی دانش آموز خوبی بود. معلم ادبیاتشون اومد شکایت کرد ازش که این بچه الست و بلست و شما باید اینو مثلا مؤاخذه‌اش کنید و اولیاشو بیارید و چه بکنید. من به معلم ادبیات گفتم که ولی این بچه خیلی هنرمنده، توی تئاتر وقتی تو مدرسه بازی میکنه همه انگشت به دهن میمونن. گفت تئاتر به چه درد من میخونه؟ درس نمیخونه. این استاندارده که تحمیل میشه. چی ارزشه؟ نه ذوق هنری، نه استعداد. یه دانش آموزی رو از یه مدرسه به تعبیر شما خوب اخراج کرده بودن. اومد، من مصاحبهش کردم و پذیرفتمش. مدرسه ما محل ثبت نام رانده شدگان بود، چون من معتقد به این بودم که باید به استعدادها توجه کرد، نه فقط درس خون بودن. تنوع استعدادها، بچه‌ها همه قوی بودن، همه خوب بودن. یکی ورزشکار بود، یکی تئاتر خوب بازی میکرد، یکی درس خوب میخوند، ولی همشون برای ما هم یکسان ارزشمند بودن. این بچه اومد، من مصاحبهش کردم، خیلی پسر خوبیه، خیلی عالیه. خیلی تعجب کردم. دوستم تو اون مدرسه معلم راهنما بود. زنگ زدم بهش گفتم فلانی این بچه رو برای چی بیرونش کردید؟ من بالا و پایینش کردم، یه دونه عیب ازش نتونستم پیدا کنم. مؤدب، خوش فکر، خوش بیانه،
درسش خوبه، همه چیش خوبه. فکر میکنید چی گفت به من؟ به من گفتش که این بچه سرزیاده، بره نیست، مدرسه ما بره میخواد. عین همین مسئله برای پسر خود من اتفاق افتاد. در آزمون ورودی مدرسه‌ای که به تعبیر شما خوب رتبه بالا آورد، اول شده بود، ولی دعوت به ثبت نام نشد. من وقتی رفتم مدرسه گفتم که من اصلا بچه‌مو اینجا ثبت نام نخواهم کرد، ولی میخوام ببینم که چیه مشکل بچه من. گفتن که مدرسه ابتداییش که گزارش داده نوشته این بچه سرزیاده، این بچه بره نیست. ببینید نظام تعلیم و تربیتی که بچه‌ای که میفهمه، بچه‌ای که قدرت انتقاد داره، بچه‌ای که قدرت تحلیل داره نمیخواد، میگه آقا ما بره میخوایم، بگه بله، هرچی گفتیم بگه بله، هرچی گفتیم بگه. خب این نظام در واقع، این نظام آموزشی توی انتخاب مدرسه، توی اعداد تحصیلی، توی درسی که میده، ما یه کتابی نوشته بودیم، این زمانی من مدیر کل دفتر تالیف بودم، یه کتابی نوشته بودم، یعنی این فرهنگ آموزش پرورش رو هم ابتر میکنه. کتاب بخوانیم بنویسیم دوره ابتدایی. این کتاب یه چندین نوآوری داشت، یه رویکرد کلنگر رو جایگزین رویکرد جزنگر کرده بود که فهم و یادگیری بچه‌ها رو افزایش میداد. علاوه بر این، به جای تاکید بر 2 مهارت خواندن و نوشتن، بر 4 مهارت سخن گفتن و گوش کردن و خواندن و نوشتن تاکید میکرد. و توی کتاب پر بود از فعالیت‌هایی که بچه‌ها حرف زدن یاد بگیرن و گوش کردن یاد بگیرن. 2 تا نقص اجتماعی ما که جامعه ما بلد نیست با هم حرف بزنه. 2 تا ماشین که با هم تصادف میکنن، اولین کار اینه که یقه همدیگر رو میگیرن، بعد که خسته شدن میشینن با هم حرف میزنن. به جای اینکه اول بشینن حرف بزنن، آخر حرف میزنن. خانواده هم همینجوری هست. به یکی از این مدرسه‌های خیلی خوب رفتم، اونجا در جمع معلماشون گفتم که این فعالیت‌های ببین و بگو، به دوستات بگو، اینا رو چیکار میکنید؟ گفتم ما اصلا به اینا کاری نداریم، چون اینا تو امتحان که نمیاد که، ما فقط خواندن و نوشتن رو کار داریم. لذا اون استانداردهای بیرونی به این مدرسه میگن آقا دانش آموز فقط باید کلمات و ترکیبات تازه دفترچه داشته باشه، بنویسه 100 بار تا یاد بگیره. لذا اون چیزی رو که موجب توجه به استعداد بچه‌ها میشه، اون رو از بین میبره. لذا باید یک تحول در فرهنگ اجتماعی ما صورت بگیره. ببینید الان تو کشور ما برای تغییر این فرهنگ قانون وضع کردن که به کار بردن عناوین غیر حقیقی جرمه. یعنی من اگر یه نامه‌ای نوشتم به یه فردی، نوشتم جناب آقای دکتر فلانی و این آدم دکتر نبود، من جرم کردم. اون آقا هم اگر خودش دکتر معرفی کرده جرم کرده. ولی الان توی جامعه ما مگر نه این اصل هستش که همه دکترن و مهندس، مگر اینکه خلافش ثابت شد. مثل اون اصل اصالت براءت که تو قانون اساسی هست که همه بری و ذمه هستن مگر خلافش ثابت بشه. اینجا اینجوریه، همه دکتر و مهندسن مگر خلافش ثابت بشه. این باعث شده که همه جامعه بکوشن پدرها، مادرها، بچه‌ها که بچه‌شون تیتر دکتر داشته باشه یا تیتر مهندس. نمیتونیم بگیم که مثلا شغل دکتری، مثلا شغل‌های پردرآمد ما، کارهای آکادمیک ما سطحشون با سطح بقیه کارها یکی، اینو میتونیم بگیم. به نظر من که احساس می‌کنم از نظر اجتماعی و حتی از نظر دینی، ببینید ما در بحث شغل تو تعالیم دینی داریم که شغل واجب کفاییه. یعنی شما اگر نونوا تو جامعه کم داشتی، واجب کفاییه که افراد برن و نونوایی کنن. دیگه از این مهمتر که نداریم که. از اون طرف هم مگر جامعه رو فقط دکترها و مهندسای داره میکنن؟ فردا اگر نونواها نباشن چی میشه توی این مملکت؟ رفتگران شریف شهرداری نباشن، چه اتفاقی توی این مملکت میفته؟ و معلمان نباشن، چرا معلما بالاتر از دکترها نیستن؟ این همه مصاحبه خانم مرکل و دیگران رو تو فضای مجازی پخش میکنیم که وقتی بهش اعتراض میکنن که چرا حقوق معلمان
از همه طبقات اجتماعی بالاتره و از دکترا هم بالاتره. میگه من به معلم‌ها حقوق زیاد میدم که دکترا رو تربیت کنن، پس اینا باید بیشتر حقوق بگیرن. چرا ما این همه میگیم که آقا توی فنلاند که الان همه یه فنلاند میگن 10 تا فنلاند از دهنشون میریزه پایین، چرا بهترین های جامعه میرن معلم میشن؟ چرا در کشورهای دیگه مثل روسیه، مثل ژاپن معلمی جایگاه بهترین هاست و بقیه مشاغل؟ در واقع توسعه جامعه با مهندس و دکتر توسعه کاریکاتوریه. توسعه متوازن و توسعه متعادل توسعه‌ای است که همه اجزای جامعه با هم رشد بکنن. توی جامعه هم با یه شغل و 2 شغل نمیشه جامعه رو اداره کرد. باید همه شغل‌ها تو جامعه ارزشمند باشن، جایگاهشون باشه، جایگاه داشته باشن و بتونن رشد بکنن. خب من نکته اینه که ما به کی توصیه کنیم که شما برو کار مثلا دکتری کن، شما برو مثلا کار تئاتر بکن، شما برو نونوا بشو، شما برو رفتگر بشو، شما برو مثلا تراشکار بشو. اینو ما چجوری باید اصلا اولا به طرف بفهمون که تو به درد این کار میخوری و بعد چجوری این تشخیص داده بشه؟ ببینید این بحث هدایت تحصیلی همین کار رو میکنه دیگه. تو بحث هدایت تحصیلی الان یه طرحی توی آموزش پرورش داره انجام میشه به نام طرح شهاب، اجرای سند راهبردی نخبگان کشوره. در سند راهبردی نخبگان کشور هوش ذهنی رو گذاشته کنار، گفته ما دارای استعدادها هستیم، یه استعداد نداریم. دولت آموزش پرورش موظفه که استعدادها رو پرورش بده، همه استعدادا رو. برای شناسایی استعدادها از ابتدایی طرح شهاب تو آموزش پرورش باید اجرا بشه. معلما رفتارهای دانش آموزان رو ثبت کنن، مشاهداتشون رو بنویسن و بگن که این بچه به چه چیزایی عکس العمل نشون میده. حالا این آقایی که کتاباش اخیراً گل کرده که میگه که با استفاده از هوش مصنوعی وقتی شما پشت کامپیوترت نشستی از روی حرکت مردمک‌های چشمت و عکس العملی که چشمت نسبت به اون چیزی که رو صفحه مانیتور هست میشه در واقع آینده تو رو ترسیم کرد که تو به چه چیزهایی بازخورد میدی، حساسیتات به چیاست و میتونی از طریق اون در واقع استعداداتو شناسایی کنی. یه امکان پذیره. بعد بچه‌ها علاوه بر این میان آزمون رغبت میدن، میگن که به چه چیزایی رغبت دارن، خودشون میگن. آزمون استعداد میدن، میگن استعدادشون تو چه زمینه‌ای هستش. جمع اینا به من میگه که تو برو. منم مثل شما یادم میاد که مادرم خیلی خیلی دوست داشت من مهندس بشم. خلاص ما هم مهندس شدیم ولی از روز اول معلمی کردیم. بارها هم در طول بیش از 46-7 سال کار معلمی فرصت‌های زیادی پیش اومد که من تغییر محل کار بدم. از جمله اینجا وزارت صنایع بود، آقای بهزاد نووی اینجا بود و معاونینش. اون روبرو اتاق یکی از معاونین ایشون بود که هم دانشکده من بود. منو دعوت کرد به اینجا، گفت بیا اینجا میشی مهندس و بعد استخدامت میکنیم توی یکی از شرکت‌های وابسته، حقوقت انقدره. و خلاصه منم در یه دورایی انتخاب بودم چون از جهاد اومده بودم بیرون و میخواستم برگردم آموزش پرورش. توی جهاد که بودم تازه جهاد اداری شده بود، میخواستن حکم بزنن. برای من میخواستن حکم بزنن 8500 تومان. اینجا اومدم گفتن میفرستیم تو شرکت بالای 10000 تومان حقوق میگیری و من اومدم رفتم 2 تا 4 تا کردم پیش خودم، گفتم که نه من معلمم، اینجا به دردم نمیخوره، من باید برم سر کلاس، باید دانش آموز باشم. بعد رفتم آموزش پرورش. یه دوست هم محلی داشتیم مسئول کارگزینی آموزش پرورش تهران بود. منو صدا کرد گفت تو پسر عقل نداری، شما برو وزارت صنایع، میگی معلمی رو دوست داری دیگه، 5 شنبه‌ها برو توی مدرسه درس بده. گفتم نه من اونطوری نمیتونم. در واقع همین دوست ما بعد رفت شد معاون سازمان برنامه. منو دعوت کرد گفت بیا حالا اینجا سازمان برنامه پیش ما. من رفتم اونجا، منو معرفی کرد به یه تیم کارشناسی. رفتیم اونجا توی اتاق نشستیم و این دوستان شروع کردن برای من توضیح دادن از اهمیت کاری که میکنن. مثلا میگفتن که سخنرانی‌های آقای هاشمی رو ما متنش رو تهیه میکنیم، این کارو میکنیم. من ساکت بودم و داشتم نگاه میکردم. من جوان بودم، اونا سنشون بالا بود، پخته بودن. بعد یکیشون برگشت گفت پسر جان خیلی با تأمل داری فکر میکنی.
میترسی بیای اینجا فسیل بشی؟ دقیق حد زده بود. چون من وقتی که به زیرسیگاری رومیزشون نگاه میکردم که پر در واقع ته‌سیگار بود و اونجا رو مقایسه میکردم با حیات مدرسه که وقتی میرفتی توش روحت پرواز میکرد، میدیدم که آره میام فسیل میشم اینجا. پول بیشتر میدن ولی فسیل میشم. برگشتم آموزش پرورش، با اولین حکمم 3500 تومان استخدام شدم و شدم حالا معلم رسمی. البته قبلش هم معلم بودم اما شدم معلم رسمی. ببینید ما رفته بودیم ترکمنستان. خب من مهندس، اون دکتر، اون چی هم که معرفی میکردن آقای مهندس، اونم فلان، اون فلان. معاون آموزشی اونجا از ما سوال کرد که آقا چه خبره تو آموزش پرورش شما؟ گفتیم چطور مگه؟ گفت شما همتون دکتر مهندسین، پس علوم انسانی کو؟ گفتیم مگه شما چه جوری هستید؟ گفت ما همه فارغ التحصیل رشته علوم انسانی هستیم. اصلا غیر رشته علوم انسانی حق نداره بیاد اینجا تصمیم گیری کنه. ببینید چرا تو کشور ما اون وقت علوم انسانی جایی نداره؟ برای خاطر اینکه ما براش ارزش گذاری نمی کنیم. به همین جهت باید اون فرهنگ تغییر کنه و الا شما کتاب جامعه شناسی آموزش پرورش احسان نراقی رو بخونید، ببینید این درد مال کیه. علی کنکوری رو فیلمش رو ببینید درد از کی تا حالاست و چرا این درد تکرار داره میشه. روی اینترنت جستجو کنید، یونیورسیتی انترنس اگزم رو بیارید. 93% دانش آموزان چینی کلاس کنکور میرن. گردش مالی اونجا مثل همین ایرانه کلاسای کنکورش. برای چی؟ آقا برای که وقتی شما اون آموزش و پرورش رو پسندیدی، اینا لوازمشه. این جامعه رو پسندیدی، اینا لوازمشه. نمیشه شما بگی من اون جامعه رو دوست دارم ولی کلاس کنکور نباشه. شما بگی من اون جامعه رو قبول دارم ولی استعدادهای برتر کشور بیان برن مثلا فرض کنید که روانشناس بشن، جامعه شناس بشن. برای چی برن این کار رو بکنن؟ لذا مادامی که این تغییر اتفاق نیفته، ما شاهد این در واقع ناکارآمدی هدایت تحصیلی در جامعه هستیم و جامعه به این سمت میره. من چون 5 دقیقه دیگه باید بریم خدمت آقای وزیر. من یه سوال آخر بکنم. خواهش میکنم. بچه‌ها برای که برن به سمت علاقه استعدادشون، شما پیشنهادتون چیه و به خانواده‌ها؟ یعنی الان این فرهنگ کاملا عکس اون چیزی که ما فکر می‌کنیم، هم شما با ما هم نظر. این چه راه حلی براش دارید؟ یک کمی خانواده‌ها و جامعه باید به اون چیزی که در هدایت تحصیلی اتفاق میفته اعتماد کنن. ببینید ما یه پروژه‌ای رو تو آموزش پرورش اجرا کردیم، پروژه کاشف، کارآفرینی بود. بعد یه عده مربی رو دعوت کردیم، از خودشون البته اول آزمون گرفتیم، مربی‌هایی رو انتخاب کردیم که خودشون زمینه ویژگی‌های کارآفرینی رو داشتن. بعد گفتیم شما وقتی برگشتید رفتید به استانتون، 20 نفر اول خروجی ما رو که پایه 7 و 8 بودن، اینا رو باید آموزش بدید که اینا علاوه بر استعداد کارآفرینی، مهارت‌های کارآفرینی هم یاد بگیرن. یکی از خانمایی که انتخاب شده بود، اومد شد مربی، توی جلسه حرف خیلی جالبی زد. گفت این دختر من دائم به من میگفت مادر من از گویندگی خوشم میاد، از مجریگری خوشم میاد، از این خوشم میاد. منم بهش میگفتم که دختر این حرفا رو نزن، برو سرت تو درست باشه، درس بخون، کنکور داری، فلان داری، چی داری. خب میگفت وقتی نتیجه کاشف اومد، من دیدم که شما توی توصیه هاتون اولین توصیه‌تون اینه که این دانش آموز با این استعداد به درد این کار میخوره. و من دیدم بچه من بیخود نمیگه. ببینید علاوه بر اینکه ما استعداد بچه‌هامون حروم میکنیم، حالا اون 60% که سر جای خودشون نیستن، نه 50%، ما 50% سرمایه ملی کشور رو داریم حروم میکنیم. برای چی؟ برای اینکه این بچه‌ها آموزش ببینن، فارغ التحصیل بشن، عنوان دکتر و مهندس رو داشته باشن، بعد برن یه کار دیگه ای بکنن. در حالی که اگه از اول، من در طول شاید سالهای خدمتم یه پدر بازاری دیدم که خیلی روشن فکر بود و خیلی خوب فکر میکرد. وقتی اومد پیش من، به من گفت ببین فلانی، من
بچه‌م مثل خودم میخواد بازاری شه. آوردم گذاشتم مدرسه که با سواد باشه. انتخاب رشته هم براش میخوای بکنی، از این رشته‌های سخت مختینا نذاری براش ها. یه رشته آسونی بذار، لیسانس بگیره بیاد بغل دست خودم وایسه کار. اگه حالا لیسانسش به کار خودم هم مربوط بود، ببینید یکی از شاگردای ما که اون موقع ما یه طرحی داشتیم، طرح کات، باید بچه‌ها میرفتن مشاغل دیگه. این یک روز در هفتهش رو معلمی انتخاب کرده بود توی مدرسه دیگه. موقع انتخابش تشکیل شد اومد پیش من بهش گفتم ببین فلانی خودتو اذیت نکن، تو اول و آخرش معلمی، یه رشته خوب معلمی رو بزن توی مدرسه اعتبار داشته باشی، چون تو حوزه تربیتی هم بسیار بچه توانایی بود، گفتم بتونی تأثیر تربیتی داشته باشی، بشی شهید رجایی، بری سر کلاس ریاضی بگی، ولی بچه‌ها از ریاضی گفتن زندگی کردن یاد بگیرن. گفت پس جواب خانواده‌اش یه خانواده پولداری بودن. گفت خب من جواب خانواده‌مو چی بدم؟ فردا میخوام زن بگیرم چی بگم؟ برم من معلمم به من زن نمیدن، هم کفای من به من زن نمیدن. گفتم من در هر حال توصیه‌ام اینه، اما خود دانی. بعدم بهش گفتم که اگر به این آیه یرزق من حیث لا یحتسب باور داری، اگه معلم بشی چاه نفت تو کار معلمی هم برات پیدا میشه، خدا میرسونه اون پولی که باید برسونه. ولی رفت، ولی الان معلمه، دکتراشو رفته تو حوزه تعلیم تربیت گرفته، معلم موفق در یکی از اون مدرسه‌هایی که شما گفتیده، معلم راهنمای پایه‌ای واسه خودش و داره کار میکنه. و اگر در واقع هدایت تحصیلی توجه به استعدادها، توجه به رغبت اتفاق بیفته، این آقا بی خود نمیره اول اقتصاد بخونه بعد بیاد بره معلم بشه. اون آقای همکار من نمیره بی خود پزشکی بخونه بیاد انشا درس بده. من نمیرم مهندسی کامپیوتر بخونم بعد پاشم بیام توی مدرسه معلمی بکنم. و هر کس دیگری و هر کسی سر جای خودش قرار میگیره و منابع کشور، استعدادهای کشور در جای خودشون به کار گرفته میشن. اون وقت کشور توسعه پیدا میکنه، جامعه پیشرفت میکنه و افراد هم سر جای خودشون هستن، از کار کردنشون لذت میبرن. شما الان برید یه مطالعه بکنید، ببینید کسایی که فارغ التحصیل دانشگاه شدن و الان سر شغل هستن چند درصدشون کارشون رو دوست دارن و صبح با رغبت پا میشن میرن سراغ کارشون، با علاقه میرن. اونایی که بدون علاقه میرن حاصل عدم توجه به هدایت تحصیلیه. میتونید برید این روندش رو ببینید که کسایی که فرمای هدایت تحصیلیشون بهشون گفته بوده چه رشته‌هایی برید، الان کجا هستن و چی رو دوست دارن و به چیزی علاقه دارن. لذا من بحثم اینه که مسئولین کشور باید رو تغییر فرهنگ جامعه کار بکنن و اگر پایتخت میسازن معلم پایتخت معلم باشه، تو سری خور همه، با قد کوتاه و مورد مسخره همه. رسانه ملی وقتی میخواد سریال بسازه، سریال پایتخت رو، معلم سریال پایتخت معلم باشه، نه اون فردی که هم جثه‌اش نشون دهنده تحقیره، هم نقشش تو فیلم نشون دهنده تحقیره و هم تو سری خور فیلمه. و این نمیشه که ما بگیم که آموزش پرورش مهمه، معلم مهمه، نقش آفرینه، بعد الگویی که به جامعه میدیم این باشه. باید یه الگویی بدیم. یاد بگیریم از فرانسوی‌ها برای فیلم معلمه که همین الان سریالش رو تلویزیون 10 بار پخش کرده و یه شخصیتی که فارغ التحصیل رشته حقوقه، شخصیت جذابی داره، بچه‌ها دوستش دارن، موتور سواره، تیپش تیپ ورزشکاریه، یعنی همه ویژگی‌های یک شخصیت جذاب رو داره و همه بچه‌ها دوستش دارن. اونو بسازیم، نه این رو. بعد میتونیم بگیم تحول اتفاق میفته.